درود به همه شما بینندگان بسیار عزیز، بسیار ذکی و به چشم دور و به دل نزدیک ما. در تهیه و در پیشنهاد گروه ایجادی ما هست این لحظه باز یک برنامه نوبتی واژه‌زار معانی و ما گروه ایجادی تمنا داریم که هر کدام شما در آغوش این وطن آزاده، در آغوش این وطن آفتابی، گاه بارانی، گاه پر از برف، پر از باران، با اهل بیت یک زندگی خوب و خوش و گوارا و آری از همه گونه داغ و دردها داشته باشید. بسر مهمان هستند در برنامه، چون ما گروه ایجادی با کمال احترام دعوت کردیم، با یک جهان خلاصمندی دعوت کردیم و سپاس که ایشان نیز پذیرفتند و آمدند. هم رئیس شورای ادبی اسامبله خلق‌های اوراسیا شاعر عبدالقهار قاسم و ما صحبت خواهیم داشت در اطراف همین اسامبله، در اطراف کارهای خیری که انجام داده است این گروه بسیار بانفوذ و در مورد دستاوردهای ایجادی شاعر در دوران استقلالیت وطن. امیدواریم که شما باز خواهید کرد در دل رو به سوی ما و میکوشید و میتوانید که بکشاید اسرار نهانی محتوای صحبت ما. شما به برنامه ما خوش آمدید. تشکر. صدقه محبت شما، صدقه احترام شما. بیاید آغاز میکنیم صحبت را با شنیدن یک شعر تازه. من ایزار سپاس خود را از تلویزیونی دولتی سفینه به شما میرسانم. واقعا هم تلویزیون سفینه در شهر و نواحی بسیار فعال هستند و همیشه از حالی تمامی مردم با خبرند و خبرهای تر و تازه رو با مردم میرسانند و چون به نزدیکی پیامی محترم پیشوای ملت به پارلمان شده گذشت، من میخواستم با یک شعری بخشیده به پیام آغاز نمایم، چون که پیام این یک راهنما است برای هر یک ما و ما اگر طبق همین پیام که هر یک قدم ما رو تمامی ساختارها، تمامی ساحه ها، تمامی طبقه ها رو در بر میگیرد، اگر ما طبق اون عمل بکنیم من باوری دارم که مسرور میشویم، موفق میشویم در همه جاده. بله بفرمایید، با کمال احترام گوش میکنیم. از پیام سرور ما بوی وحدت میرسد، بوی گل باغ محبت با سعادت میرسد. میشود آباد و زیبا سرزمینی تاجیکان، چون صفایی پیشوای خلق و ملت میرسد. نیست کاری ما برای کینه و بخل و حسود، بهر ما این لحظه یک دنیای حکمت میرسد. سرفرازی های ما از وحدت و سازندگی است، اتحاد آنی که دارد بر سلامت میرسد. راه اگر گم کرده ای هوشیار باش و غم مخور، پیشوای ملت ما با هدایت میرسد. شهرت و شان وطن این شهرت و شان من است، پیک نو از رشد و شان و شان ملت میرسد. وحدت ملی چه خوش آرد به ما روزی نکو، شاد باشه هموطن جشن محبت میرسد. سلامت باشه، سلامت باشد. از وطن گفتن و از اجتماع مردم این وطن گفتن نیازی روحی خودتان هست به حیث شاعر یا گمان میکنید که طبع زمانه؟ این پیش از همه نیازی شخصی من است و اون نفرانی که جنگ شهروندی رو از سر گذراندند و با چشم خود ما دیدیم اون روزهای دهشت رو و گاه در غریبی ها نیز بودیم و احساس میکردیم که مثال وطن چقدر بزرگ است، وطن چقدر شیرین است، وطن چقدر نازبردار است، چقدر مقدس است. و من گمان میکنم که رسالتی هر یک شهروند، رسالتی هر یک انسان پیش از همه این وطنداری است. یک چیز عادی میگیریم، کردها اینقدر مردم زیادند، از تاجیکستان هم بیشتر هستند، ولی که اونا بی‌وطنند، وطن خود را ندارند. حسین حبش گفتنی نویسنده کردی وقتی که بخشیده به تاجیکستان برای انتولوژی ما یک ترانه نوشت، اونقدر درد دل بود که من با عشق قریب اون خواندم و اگر اجازه میدادید من همون البته یک مختصرا میگفتم. او می نویسد که سلام کردستان، سلام تاجیکستان سرلوحه و می نویسد که از غوریشی تیر و توپ مانده شدم،
خسته شدم، بیمدار شدم و رفتم برای فراغت کردن از کوههای پرخون کردستان به کوههای از خون پاک شده تاجیکستان. در قلعه اسماعیل سامانی برفی تازه سفید را همچون بالین به زیر سر گذاشته خوابیدم. چون اون خوابم برده است که گویا که عموما دوران خواب نکرده باشم. در خوابم دیدم که شاه اسماعیل سامانی با لشکری پرقدرتش می آمدند و مرا نیز سوار اسب قوی با خود گرفتند و ما تمام شهر و نواحی تاجیکستان و دولت سامانیان را عبور کردیم. نمیدونم سیر کردیم و نمیدونم میگوید در نزد دروازه زرفشان باشد، کولاب باشد، حصار باشد، در کجای من یک پاره دل خود را گذاشتم با عرض احترام و محبت به این ملت و به این سرزمین و گمان میکنم که آنها نیز مرا دوست داشتند و این لحظه در جای فراغت میکردیم که آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی آمد و شعرهای خود را قرائت نمود. چون او قرائت خود را به اتمام رسانید از خواب من بیدار شدم و رشته های طلایی آفتاب مرا به سوی خود، به سوی پسران آفتاب، به سوی کوههای پرخون کردستان کشیدند. بله. ببینید؟ بله این نویسنده بی وطن واقعا هم سیر وطن ما اومده باشد، مهمونی وطن ما شده باشد یا در تصور همین گونه آرزو کرده است، در خیالات همین چیز را دیده و تصویر کرده. در خیالات و از آموزشی که وقتی که ما از آموزش تاریخ این ملت داشتیم اون تاریخ ما را آموزش کرده، هوس کرده. میگوید جایی که باید که باری رفته تاجیکستان را ببینم. چقدر خوشبختیم، چقدر سعادتمند هستیم که ما وطن داریم. ما وطن داریم، ما صاحب استقلالیم. و یک چیزی هست که واقعا این قریب که گفته نمی شود، چون که من این پوره احساس میکنم و اون شعرهایی که شاید به پیشوای ملت هم بسیار نوشتم، ما این واقعا من اون در خود احساس میکنم. وقتی که ما میبینیم حادثه های افغانستان، ببینید که چند باره که در اونجا تحولات شده است، یکم سرور این کشور گریخته رفتند، سرور ما به افغانستان رفته، هر یک گریزه اجباری را به خانه برگردانید، جان در کف. همینش تنها بس است که ما عرض سپاس اون بگذاریم. در طول 30 سال صاحب استقلالی از 70 سال دوران شوروی ما زیادتر دستاوردار کردیم. وقتی که از هیچ آغاز کردیم و اینقدر ما حتی در دوران شوروی یک کارخانه کارکرد طلا رو نداشتیم. همچون محصولات خام طلای ما میرفت. ببینید که واقعا پیشوای تاجیکان دنیا هستند که تنها یگانه پرزیدنتی که از تاجیکان افغانستان دفاع نمودند و نه هر کس به این کار قادر است. و این برای چی ما نادیده گیریم؟ برای چی این سرچشمه الهام ما نباشد؟ پس یعنی که اگر هر صبح باز دیدن چهره تازه صبح نصیب می‌گردد، دیدن چهره تازه خورشید نصیب می‌گردد، دیدن چهره همین جمال وطن نصیب می‌گردد، باید نخست همین باشد در ذهن هر یک صاحب وطن که امروز چی می‌توانم کردن برای آبادی این وطن. سلامت باشید. و شما را ما در آغاز برنامه معرفی کردیم هم رئیس شورای ادبی اسامبله خلق‌های اوراسیا و در همین اسامبله سخن از وطن می‌رود، سخن از عشق وطن می‌رود و شما به حیث یک نفر تاجیک ترغیب وطن خویش را آنجا امکانی وصف کردن دارید یا ندارید؟ یک نکته رو به این نوبت باید گرفت که همون میدان یا فضای ادبی و اطلاعاتی دنیا را امروز ما باید پره گردانیم. و افسوس که بسیار هم خالی بود. نماینده تاجیکستان قریب که در بسیار تشکیلات ادبی و فرهنگی دنیا نیستند و وقتی ما راه نمیابیم یا ما رو اعتراف تنها این یک چیز است که البته مثلا فعالیت کردن با اونو و پیوست کردن و یک دیپلمات مردمی که اونو شما اعتراف کنن و بپذیرند فرصت میگیرد که شما باید نشینید از همه کار را پس سر کرده کار بکنید، چون که فرصت لازم است که با اونها
توانسته باشد زبان یافت بله، با مردم دنیا و وقتی که اونا اعتراف میکنن البته اونا میخوان هر یک میخوان که شما اعضای باشید فرزندان صادق وطن باید در تمام این تشکیلات باشن چون که بیشتر اینها برای عدالت اجتماعی بله. برای صلح و وحدت و برای ان همین چیزا اونا برنامه ها دارن و انا گفتن امانت که اقدام ها دارند و خوب می شود که وقتی ما باز به حیث یک نماینده هماهنگساز ملی بله. به مثل همرئیس شورا وقتی که ما میشیم و ما واقعیت وطنی خود در به اونا معرفی میکنیم به مثل اونی که در کلمبیا هم طول 1 ساعت موندم و ما دستاوردهای دوران استقلالیت گفتم دستاوردهای دوران استقلالیت با وقار با افتخار گفتم بله. یا اینکه در آذربایجان همچون انا اسامبله خلقای اورسوی وقتی شرکت ورزیدیم در اونجا نیز وقتی اولجا سلیمانوف میدونه نویسنده مشهور بله. قزاق گفتن که страна развивается если культура не становится политической а политика становится культурной یعنی که سیاست اگر فرهنگ اگر سیاسی نباشد و سیاست فرهنگی باشد و این برای من الان ما گفتیم که ما 27 سال شد که سیاست ما فرهنگی است چون که از فرهنگ صلح آغاز یافته است و پیشواهی ملت ما از این آغاز نموده است و ببینید که وقتهای اخیر همچون سفیر بین المللی فرهنگ و صنعت مرا پذیرفتند در بارسلونا در فورم عمومی جهانی پالاتای نویسندگان و صنعتکاران شرکت ورزیدم که با زبان نابی تاجیکی در اونجا من شعر قرائت میکنم و با زبان اسپانی ترجمه آن را همزمان در پرتغالیا در فستیوال اتحاد جهانی نویسندگان اسپانی زبان شرکت ورزیده با زبان تاجیکی باز هم شعر قرائت نموده و با اسپانی ترجمه آن رو پیشنهاد کردن که به تمام مردم دنیا و این البته شاید که در اونجا باری اول زبان تاجیکی رو به بسیاری اونها میشنوند چون که این فضا خالی بود برداشت یعنی همین مسئولیت نماینده بودن از نام یک ملت بزرگ تاریخ داشته تمدن داشته آسان باشد البته آسان است دشوار است چون که این مسئولیت بسیار زیاد است بسیار یک مسئولیت وزنین است و بعدا اون نفران بسیار نازک هم هستند بسیاری اونها پروفسوران مثال هستند بسیار دکتران هستند عالمان بسیار مشهور هستند و با اونا باید کار ما کرد که ما فخر تاجیکستان باشیم و این بسیار دشواره و باید ما چیزی گفته توانیم که اونا اعتراف کنن و افتخار کنن و لیکن یک چیز اونا برای ما معقول است که وقتی که اونا دریافت میکنن یک چنین نفره اونا از آن افتخار میکنن که ما دریافت نمودیم که مثلا در تاجیکستان خیلی نفر بوده است و میکوشند استفاده برند و این استفاده بری آنها برای ما خوشایند است به خاطر که برای که ما به فایده به نفع ملت خود این استفاده میبریم از همین جهت بسیار خوب میشد که فرهنگ استفاده بری اینترنت استفاده برده والا این آنلاین کنفرانس ها بسیار از زمان پاندمی است ولی ما دعوتی شده بودم به سنگاپور به هندوستان به خیتای ولی به سبب پاندمی البته رفته نشد ولی در بسیار جاها شرکت ورزیده بودیم و امسال در ترکیه اسامبله خلقای آسیا فستیوال پنجم خود را برگزار نمود به نزدیکی مرا پذیرفتند به فدراسیون بین المللی فرهنگ و صنعت در سنگاپور که این به قید گرفته شده است بسیار یک است همین یک چیز عجیب است اینجا همچون سفیری بین المللی و مشاوری جهانی مشاوری فخری جهانی و در اونجا وقتی که من به سایت اونا وارد شدم به چیزی و در اونجا علاقه زیاده از 125 دولت نماینده خود دارد به غیر از تاجیکستان و بعدا من ببینم سرپرست اونها پیش از همه وزارت کارهای داخلی سنگاپور است که سنگاپور میدونیم یکی از مرکزهای مالیوی جهان به حساب میرود ملکه ایدن ترینیداد من پیشنهاد نموده بوده است هم صنعتی ورزش است اونجا هم نمودهای ورزش هم صنعتی سخنوری است هم ادبیات است هم اپرا است تمام نمودی صنعت و فرهنگ در یک جای و سرپرست اونها وزارت کارهای داخلی من گفتم به خاطر چی
گفته به خاطر اون که پیش از وزارت فرهنگ دیده برای وزارت کارهای داخلی این زیادتر ضرور است که معرفت نوکی هم کارمندانی مثل وزارت کارهای داخلی باید بلند باشند و با تمام مردم اونا سخن کرده توانند به خاطر پیشگیری جنایت. ببینید و وقتی که در اون فستیوال های اونو انا همون کارمندانی وزارت کارهای داخلی شان شرکت می‌ورزند و دیگران شرکت می‌ورزند، دستور میگیرند شرکت می‌ورزند و ببینید که به همین منوال اونا میتوانند یعنی که یک کادرهای بلند اختصاصی که در جامعه با تمام طبقه های مردم سخن کرده توانم با اونا به یک راهی رو هدایت کرده توانم. باید که ما وقتی که ما با نفر فرهنگی گپ بزنیم ما خود باید فرهنگی باشیم. بله، مثل که این رابطه های فرهنگی در غنی گردیدن عالم معنوی هر یک اشتراکچی تاثیرگذار می شود. البته جهانی شوی میگن در همین وقت جهانی شوی ما باید البته در این تشکیلات ها باشیم. ما باید زبان تاجیکی هم معرفی کنیم، ما باید ادبیات تاجیک معرفی کرده توانیم تاریخ و تمدن و بعدا بهترین چیزها رو به مثل همون زنبوری اصل ما باید بگیریم و در خود استفاده بریم. و من یک آرزوی دارم که همون فستیوال های جهانی که میشوند اگر در تاجیکستان عزیز ما بار در تاجیکستان برگزار البته چنین پیشنهادها هست اونا خواهش میکنن که بار شود و من باور دارم که با دستگیری روز مهماندار خواهید بود. روز مهماندار خواهیم بود و زیری تحت عنوان کبوتران صلح مثل من میخواستم که تحت عنوان کبوتران صلح آن همون نماینده مشهوری که مثل صلحجویان دنیا هستند اونو یا دعوت بکنیم و در تاجیکستان عزیز ما باشد اون طوری که در آذربایجان شده بود در ما بیشتر و خوبتر می شود چون که امروز پیوند ادبی که برقرار نمودیم باز هم بیشتر است. برای که از تمام مناطق دنیا را در بر کرد و هر یک اونو ما توانستیم همین کار رو هندسی کرده اونو شوقمند هستند اونا خواهش دارند که بیایند و ببینند تاجیکستان و حتی میتونند به حیث سیاح بیایند همچون سیاح هم این یک چیز است که باید که وزارت سیاحی این دستگیری کند پیش از همه چون که وقتی ما در فستیوال ها میرویم یک روز وقتی که ما میگذرانیم محفل شعر است یا که محفل اوید با تصویری ابرازی انسانی آینده چگونه باید باشد بعضی همین صحبت ها و یا میشوند یک روزش البته با چند گروه تقسیم کرده به جایهای سیاحی بردن نشان بدهند اونا رسم وقتی که این شخصیت های نامدار معروف دنیا رسم میگیرند و روان میکنند تمام همون مردم به خاطر همون دیدن همین دولت میروند و یا بیش از همه وزارت سیاحی در اونجا بسیار سهمگذار است و این برای سیاحی ما بسیار هم یک راه قله است و میتونیم ما از چندین دولت ها همین نفر به مثال ما میگیم فرناند رندن این نفری که مکافات الترناتیو نوبل برای مبارزه رای حقیقت و صلح کرده بودند و من همزمان شرکت ورزیدم در اکادمی پاکستان همچون هماهنگساز ملی حرکت جهانی شعر که بخشیده به جک خیرشمن یک نفری که به خاطر به ویتنام نرفتن افسران امریکا برآمد نبوده با شعرخوانی مردم جمع آورده همه کس شعر خوانده برآمد نبوده بودن که به جنگ نروند یعنی جنگ برای ما نیست یعنی به مقابل جنگ برآمد نبوده بودند و این نفران البته و در حالتهای امروز که در دنیای پرخوف که در همه قسمت های دنیا ما میبینیم البته همین همچون یک مرکز صلحی مثل که صلح پروران در ما اگر این فستیوال برگزار شود هم از جهت سیاسی و اقتصادی نفع خود را می‌آورد و همزمان از جهت ادبی و معرفت‌ناکی و پیوند دوستی مردمان چون که ما بیشتری می‌بینیم که جنجال ها در پایه در رشته ملت‌گرایی به وجود می‌آید و وقتی که ما در اونجا شرکت می‌ورزیم امریکایی و افریقایی و تمام ملت‌ها هستیم یا جایی هستیم وقتی جوانان نوجوان وقتی که اینا می‌بینن اونها نگاهشون دیگر میشه که اینا یا دیگری دوست می‌دارن یعنی در اینجا استفاده بردن دیپلماتی مردمی پیش از همه یعنی مردم شناس بودن لازم است و بعدا به قدر خدمت های محترم پیش می‌بریم که همیشه میگویند که
مثال ما باید به جهانیان معرفی نماییم و نگفتن نماند که از همین لحاظ وقتی که در باکو بودم، وقتی که من شعر قرائت نمودم و با زبان تاجیکی هم شعر قرائت نمودم فرمودم، نفر اومد و گفت که از شما بوی فردوسی میتراود. این تالیش های وی و اون تاریخ شناس بود. کتابی او که نوشته است با پیشنهاد نمودیم با کتابخانه ملی گدابک محمودوف معاون و باید در ترجمه اون قسمت هایی که در ما نبود، چطوری که محترم پیشوای ملت گفتن، امروز آن همون بعضی چیزایی هست که واقعا از تاریخ تاجیکان که واقعا در دوران یعنی ضبطی عرب ها رفته مثال در لنکرانی آذربایجان آن همین تاجیکان قدیمه ما باقی موندن تا امروز و لفظ اونا است، لفظ اونا آن همین لفظ خود ما است. البته در اونجا تاتها دیگران هستند ولی 2 میلیون بخصوص لنکران لفظ خود عموما گم نکردن، چون که جایی که اونا زندگی میکنن آدم بیگانه رو نمیگذارن. سلامت باشد. هم قدم زمان باید بود با نبض زمان، هم روان و هم زبان باید شد، در رابطه باید بود، اما در لباس ملی با لحن ملی، اما در آن همین هم روانی و هم زبانی بودن در آن همین رابطه باید که ما ترغیبگری فرهنگ و تمدن خیش باشیم. سلامت باشد و ما رو باز خمار شنیدن شعر تازه گیری بفرمایید. یک شعر تازه. پابندی دنیا گشتم، دنیا سرابم میکند، تیغ حسودی آشنا در اضطرابم میکند. دانم که این دنیای دون معشوقه بدکار است، اما بسد نیرنگ ها مستی شرابم میکند. هر زینه بالا میروم کلباری کردارم بدوش، کلباری غم ها را مگو آخر خرابم میکنم. با بند عشقم سوختم تا سازش با او کنم، با جلوه های ساخته مکاره بابم میکند. گرداب دنیا را ببین این قدر تابم میدهد، آزاد از این گرداب ها کاری ثوابم میکند. باشد خدای لامکان در ذره های جان من، حیفا که نفسی سرکشم اندر عذابم میکند. قهاران طور بیزی تا که نباشی همچوزی، ای وای از دنیای دون تاری ربابم میکند. انا همینجا ما باید اون طوری کنیم که همچوزی نباشیم. برای این کوشش کردن در و وگرنه انا همین دنیای امروزه و ببینید که حادثه های قزاقستان که چقدر جوانان گمراه کردند وای کردند و باید اون طوری شدن در که با قسمت ما بیگانگان بازی نکنند. ما صبحیدن میبریم شبانگاه به خانه میداریم و در زیر تاثیر جامعه نورس و جوانان به وایم میرسند. جوان امروز امکانیت دارد که از خانه استفاده با جهان بپیوندد و او جهان به او چگونه تاثیر میرساند، این وابستگی دارد به فراست او، به خیرت او. و آن همین در البته در مناسبت با جوانان بسیار احتیاطکار بودن در کار. تا وقتی که ما اونها از خود تیله میدهیم البته برای اون نفرایی که این نوع به طرف خود میکشن آماده میشوند، تیار میشوند و از روی آن همون غروری نافهم جوانی خود میتوانند که با دیگران بپیوندند. بله و ضرر به خود و به ملت و به وطن بیارند. البته. بله سلامت باشید. شما از جوانان گفتید، اینجا سال آخران پیش میگذاریم، از این زیاد نمیخوایم که ضامن وقت شما باشیم. شما با کوشش ها، با تلاش ها، با طلب و پرخاش ها روزنه راز خیش را باز کردید به سوی شعر جهان، به سوی شاعر جهان و با ایشان در رابطه هستید حاضر و طریق این واخوردن ها ترغیبگری وطن هستید، ترغیبگری فرهنگ و تمدن این وطن هستید. از دیروزی وطن میگوید، از فردای وطن افتخار دارید، با امروز مینازید پیش هم قلم جهانی خیش و تا به حدی که به شما لایق گردید گفتیم هم رئیسی شورای ادبی اسامبله خلق‌های اوراسیا و در آن همین راه شاگرد ادامه دهنده باشد یا نه؟ البته شما البته شاگردان هستند و امروز نادره صابرزاد دختره که بسیار هم با فراست هوشمند البته ژورنالیستیکا امروز فاکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی را ختم نمود و ولی برای اون حالا فرصت لازم است و الکی در تاجیکستان الکی اون کوشش های بسیار موفقانه هستند
و آهسته آهسته مثل که از او امیدی ثمری هست. از او امیدی ثمر هست و او بسیار هم فعال است و من اگر در همین سمت اگر همین یک نفر موفق شود برای من این یک دستاورد بزرگ است. برای 1 گرم طلا را وقتی تازه کردن قریب 1 تن 2 تن میدونیم که قم رو میبزند که بعد 1 گرم طلا و هر نفر یک چیزی که دارد و چون که از زبان خواجه حافظ گفتنی هم که سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نه جان من خطا اینجاست. بله. و از همین لحاظ خیلی که استاد ترسونزاده بودن وقتی در یک دهه دوردست هم یک نفری را میدیدن و دستگیری میکردن زیر قنات خود میگن به مثل که استاد لایقه که با 2 شعر همگی به عضو اتفاق نویسندگان پذیرفته بودن. سلامت باشد. واقعا هم حضورتون خیلی تاثیرگذار بود. بیانتون یک کوهننگی وطنداری داشت، یک آسمان محبتی وطنسازی داشت. خیلی سعادتمند بودیم که ما امروز در برنامه شما را داشتیم. خوش آمدید به برنامه ما و ما تمنا میکنیم که صفحه های تقویم زندگیتون، صفحه های تقویم ایجادهای تازهتون، صفحه های تقویم رابطه هایی که هست با جهانیان، با شهر جهانی، همیشه که چون نماینده این ملت هستید رقم سعادت داشته باشد، رقم صداقت داشته باشد، رقم خجستفالی و خیر و برکت داشته باشد و همیشه اگر سخن میکنید از منبرهای بلند جهانی عزت تاجیکان با شما باشد و با عزت برگردید از اون سفری که با نیت خیر پیش میگذارید. بار دیگر به برنامه خوش آمدید. در خاتمه میخواستم یک شعری که بفرمایید. واقعا گفتم وقتی که تاجیک به زبان روسی مثل دیگر چیز است، البته یک چیزی تاجیکانه دارد و یک شعر خود رو به زبان روسی میخواستم قرائت بنمایم. بفرمایید که آنجا هم شکوه و شهامت تاجیکی هست. البته تا اونجایی که البته که در خاطرم باشد. بفرمایید. Зеленая страна воспоминаний, везде фрагменты жизни, как в кино. Трагикомедия, поэма. Нет, постой, любви моей зеленый сад там виден, а из печалей темный лес густой. Там же ребенком скачет на поляне, я детство вижу, словно бы в раю. И будто лань облизывает раны у пропасти желаний на краю. А волк сомнения, нечто неудачи уходит в лес. Мне слышен только вой. Лишь матери моей воспоминания приносят в душу радость и покой. На горизонте солнце вдруг восходит и освещает память прошлых лет. Зеленая страна воспоминаний в моей больной душе оставит след. В моей больной душе оставит след. بله، خاطره ها اگر زعفرانی اند، اگر تیرماهی اند، خاطره ها زیبا اند. خاطره ها اگر انسان با خاطره هست و اگر انسان از خاطره سبق میگیرد برد خواهد کرد. سلامت باشید. بار دیگر به برنامه خوش آمدید. بینندگان بسیار گرامی، در برنامه نوبتی با جزار معانی حضور بسیار مبارک داشتند، ابراز اندیشه های بکر کردند. هم رئیس شورای ادبی اسامبله خلق‌های اوراسیا شاعر عبدالقهار قاسم که امروز آمده بودند در همین چیله زمستان سرمست از جام محبت هر کدام شما و سرخوش از باده اخلاصمندی های هر کدام شما خواننده شعر نوبشان و ابراز عقیده نمودند. اینک فشرده صحبت ما پیشنهاد تحویل لطیف شما گردید. پیشنهاد از ما دیگر قضاوت خاطر از شما. یک زندگی سر تا پا پر سعادت، یک زندگی سر تا پا پر صداقت، پر فراغت، پر محبت، یک زندگی سر تا پا پر از عزت، پر از وقار، پر از افتخار ملی و هویت ملی. یک زندگی خیلی خیلی زیبا نصیب ما و شما. تا دیدارهای بعدی.